به نام خدا سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. علاقه‌مندان به برنامه فوتبال برتر آغاز خواهد شد. چه خوشوبش گرمی هم میکنن، رفتن تو بغل هم در نمیان. علیرضا منصوریان و برانکو ایوانکوویچ. هنوز از این لحظه نه و حالا از این لحظه شروع میشه. بازیکن پرسپولیس حسین ماینی به عنوان هافک دفاعی جای خالی کمال کامیابینیا رو پر میکنه. مسلمان وحید امیری یک توی قشنگی رو انجام میدن. خود مسلمان ساد روی دروازه و گل. یه گل زود هنگام برای تیم پرسپولیس. پرسپولیس یک، استقلال صفر. سروش رفیعی خودشو میرسه به محوطه جریمه و حساب کار 1-0 میکنه. حرکت عالی از سمت چپ و کاری هم بر نمیومد. سمت عالی مسلمان خیلی خوب زد ضربه رو سروش رفیعی. اولین گلش برای تیم پرسپولیس شاید مهمترینشون بود. پاس محسن مسلمان به دهانه دروازه و ضربه سروش رفیعی حساب کار رو 1-0 میکنه. چقدر خوشحال سروش. توپ میاد روی در، یک ضربه سر. چقدر خوب کار کرده و توپی که از بالای دروازه مهدی طارمی به بیرون زد. برانکو رو دیدی، سانت وحید امیری و این ضربه سر از طارمی که توپش از بالای دروازه با این اختلاف کم به بیرون رفت. ضربه از محمد انصاری پشت محوطه جریمه توی دروازه. چه گل قشنگی زد فرشید اسماعیلی. حساب کار 1-1 مساوی میشه. حالا استقلالی هست که در پوست خودش رو نمی گنجن. 1-1 مساوی. این ضربه است که زد جای خالی کمال کامیابینیا به عنوان هافبک دفاعی. اینجا پشت محوطه یک کنترل سینه و یه ضربه دیدنی به جایی که نتونست کاری بکنه بیرانوند. حساب کار 1-1 مساوی میشه. اولین حمله جدی استقلال به گل تبدیل شد. با تمرکز بازیکن استقلال خود فرشید اسماعیلی به دهانه دروازه و گل دوم قربانی میزنه. استقلال 2 پرسپولیس 1. این بار فرشید اسماعیلی پاس گل داد و چقدر رویایی داره پیش میره اوضاع برای منصوریان. برانکو دیده میشه. این ساندویچ که انجام شد، این ضربه سر پاس عالی فرشید اسماعیلی و ضربه تمام کننده قربانی حساب کار رو 2-1 میکنه. پرسپولیس که یکی جلو بود و مسلط به همه چی، یه دفعه بازی رو وا داد. رامی به دهانه دروازه و توپی که از کنار دروازه بیرون میزنه. مهدی طارمی میلیمتری فکر کنم رفت بیرون. میگه منو ببین. این توپیست که فرستاد رامین رضا پشت سرش صابون ضربه رو و توپ از کنار دروازه با اختلاف خیلی کم به بیرون رفت. توپشو گرفت سروش رفیعی. طارمی ضربه رو میزنه و رحمتی توپو در اختیار میگیره. کاوه رضایی 1-2 هست. خود کاوه پاس در عرض میندازه. یه موقعیت شده با پای چپ علی قربانی و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. رامین رضایی ضربه رو میذاره، خوبم زد. توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. با هم نگاه میکنیم ضربه کاتاری که بدین شکل از کنار دروازه به بیرون رفت. رحمتی هم کاری نکرد. بشو گرفتن. نورافکن یه پاس عمقی رو میندازه. کاوه رضایی دو بازیکن در مقابلش هستن و گل سوم کاوه رضایی
میزنه. چه پایان خوشی برای نیمه اول استقلال. استقلال 3 پرسپولیس 1. رامین رضایی رفته داره با بیرامن دعوا میکنه، میگه چی این توپا رو بلند میندازی تو؟ انصاری در برابرش بود، یه حرکت در عرض عالی زد ضربشو. کاوه رضایی حساب کار 3-1 میکنه. راحت جامون محمد انصاری. بیرامن هم که 3 ضربه در چارچوب و 3 گل برای تیم استقلال. سروش میبره به سمت چپ، فرشاد احمدزاده سانتش انجام میشه روی دروازه، ضربه سر زد مهدی طارمی، فکر کنم به یکی خورد و بعد در اختیار رحمتی قرار گرفت. سروش رفیع یه پاس در عمق عالی رو میندازه، ضربه رو گرفت مهدی رحمتی. چه پاسی داد سروش، فوق‌العاده. و این ضربه است که زد و با پای راست خودش توپو گرفت. مهدی رحمتی خیلی هم خوب گرفت. فرستاده بشه، توپ میاد روی دروازه، ضربه اول بازیکن استقلال میزنن، توپ سرگردان در دهانه دروازه و مهدی رحمتی که توپو میگیره. احمدزاده سانت بلند و روی دروازه، یک ضربه سر توپ تیر دروازه میخوره. ضربه بعدی رو نتونست بزنه طارمی. ضربه سجل حسینی به تیر دروازه برخورد کرد. دوباره طارمی، دوباره داشتن دقیقه 87 گل میذارن در داربی. مهدی طارمی میبره به سمت چپ، سانت بلند روی دروازه، یه ضربه یه سر دیگه و رحمتی توپ راهی کورنر میکنه. این توپش که تیر دروازه برخورد کرد، توپ برگشتی رو طارمی اومد نمایشی بزنه. پرتاب حالا بازی رو نگه میداره. اوه چه دعوایش اونجا، چیکار دارن میکنن سید جلال و مهدی رحمتی. یکی باید بگیره سید جلال، یک کارت زرد برای سید جلال و رحمتی هم کارت خواهد گرفت. پرتاب از وحید امیری، این ضربه سمت توی دروازه، گل دوم میزنه. اوه اوه اوه، فکر کنم زدش مهدی رحمتی. کارت زرد دوم و اخراج میشه مهدی رحمتی. 3-2 میشه حساب کار. الان دیگه دروازه‌بان ندارن، تعویضا رو انجام دادن که بره تو گل وایسه. چه بازی شد در این دقایق پایانی. 3-2 میشه حساب کار. اومد بره توپو برداره، یه شیطنت کرد اونجا، فکر کنم هولم داد یه جورایی پادوانی رو، توپو در درون دروازه قرار داد. اینجا نگاه کنید، اینجا زد، پیازداغش هم زیاد کرد سید جلال و استقلال 10 نفره میشه. گلر هم نداره، ببینیم کیو میذارن تو گل. تلاش سید مجید حسینی هم ثمری نداشت. سید جلال حسینی بعد انتقامی گرفت از مهدی رحمتی که باش درگیر شده بود. ضربه اول بازیکن استقلال میذارن، سوتو برد سمت دهانش آقای فغانی و سوت پایان بازی، یک بازی دراماتیک پرحادثه و پر از جنجال. مهدی رحمتی هم برگشت اومد وسط زمین. استقلال 3-2 تونست ببره پرسپولیس. سید جلال رفت سمت مهدی رحمتی چون خوشحالیش رفت سمت اون، یکی بعد سید جلال حالا بگیره. طارمی رفته، همه دارن سمت هم دیگه. خب واسه چی باید این اتفاقات رخ بده؟